سلامونه وخت مو په خیر درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ بیاستئ. نن هم په خپرونه کې زمین اکبري د رڼا ټلویزیون څخه د کاروان په خپرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې ما با وجود د دې چې زما نن روغتیا ښه نه ده، خو زمونږ مسلک زمونږ مینه ده، نو درناوی ورته لرو. او نن را سره په خپرونه کې یوه ډیره تکړه د ښځو د حقونو فعاله ده. نن را سره بل څوک نه بلکې د ښځو د حقونو فعاله راهیل تلاش ده. سلام راهیل جان، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام خدمت شما مخاطبین شما همچنان همکارانتان. سلامت باشین با امید صحتمندی شما. تشکر راهیل جان. سوال ما قسمی آغاز میکنم که ببینم از زندگی مهاجرت خودت، گرچه مهاجرت ما شما بسیار زیاد سپری کردیم، ببینیم که از زندگی فرانسه مهاجرتی که قدر دور است از کشور راضی هستی؟ خب در قسمت مهاجرت مینا جان، اصلا ما فکر میکنم که کسایی که بعد از 21 مهاجر شدن هرگز نخواسته بودن که مهاجر شوند و با مزرد ما مجبور شدیم و ما کوچانده شدیم برای از اینکه جای بر زندگی در کشور خودمون بر ما نماند و حق و حقوق انسانی از ما گرفته شد و کرامت انسانی پامال شد. بنابراین با وجود از اینکه در یک کشور اروپایی، یک کشور که مهد دموکراسی و تمدن و حقوق برابری بر انسان ها است، اما بر ما بر از اینکه بگویم چقدر خوش هستم، صادقانه من هرگز خوش نیستم. بر از اینکه بر من هیچ جای دنیا و کوچه و پس کوچه کشورم نمیرسه و آرامشی که آدم در وطن خودش می داشته باشه، در خانه خودش، در خاک خودش می داشته باشه، در هیچ کشور دیگه نمیتونی رو پیدا بکنی. بنابراین من اصلا نمیتونم بگویم که من در یک از کشورهای اروپایی خوش هستم و زندگی خوش را سپری میکنم، چون شاید بیشتر از عزیزای ما همین تجربه رو داشته باشن که هر قدر که در آرامش هستیم باز هم روح و روان ما ناآرام است و شبها کابوس میبینیم بر از اینکه وطن ما درگیر یک گروه جاهل است و بخوایم نخوایم قلب ما درد میکنه و وجدان ما آرام نیست. بسیار خوب. خب راهیل جان، اگر بیایم خودت فعلا در فرانسه و یک جایی که هستی چی کار میکنی و غیره، بگویی که چقدر وقت میشه فرانسه آمده؟ خب حدودا 6 الی 7 ماه میشه که فرانسه هستم و برای فعلا که مصروفیت خاص نیست بجز از آموختن زبان، چون در این کشورها تا زمانی که زبانش را یاد نگیری نمیتونی که کار بکنی. بنابراین مصروف آموختن زبان و بعضی از فعالیت‌های اعتراضی فرهنگی، مصروف همین چیزا هست. خواه راهیل جان، به زبان فرانسه بسیار زیاد سخت است، بسیار زیاد، یعنی در جملات یک چیز نوشته میشه مکمل، وقتی که تلفظ میکنی یک دو حرفش تلفظ میکنی. و من همیشه با استادای خود وقتی که میشینم میگم استاد، وقت به انگلیسی البته امروشان گپ میزنم، با فرانسوی نمیتونم امروش درست تفهیم کنم، میگم استاد شما یک جمله دراز نوشته میکنین آخرم دو حرفش تلفظ میشه. گفتم این ظلم نیست؟ چی خوب است، گفتم فقط هم دو حرف نوشته کنین اونم رو متلفظ کنین. بس خنده میکنه که نه ما خودمون هم درگیر همین مشکلات هستیم دیگه، چی کنیم چاره نیست. خودت چطور زبان یاد گرفتی و کدام مشکلاتش بیشتر مواجه هستی، روبرو هستی؟ مشکل است مینا جان. یکی خو وقتی که آدم از سن آدم از 25 و اینا بالا میره، مایی که پلاسی هستیم، خب بر ما بسیار مشکل است. هر قدر که سن آدم بالا میره اونم قوه جذب و یادگیری آدم کم شده میره. بنابراین بر ما مشکل است صادقانه بگویم و از طرف دیگه درگیر مشکلات و موضوعات افغانستان هستیم و هیچ روزی نمیشه که ما به فکر آرام، به ذهن آرام، کلن فوکس ما روی درس باشه. از طرف دیگه هم که اما قسم که خودت گفتی، زبان فرانسوی متاسفانه که سخت‌ترین زبان است و موضوعی که ما شما نمیتونیم با او کنار بیاییم این است که ما شما هیچگاه با زبان فرانسوی در افغانستان سر نخوردیم. اگر حداقل شبیه انگلیسی می بود که در بعض ادارات کار می شد و نیاز می بود که می خواندیم، ممکن امروز به این مشکل نمی بودیم. حداقل با بعضی واژه ها، با گرامر، با بعضی موضوعاتش آشنا می بودیم. اما از اینکه یک دفعی آمدیم با یک زبان بسیار زیاد مشکل روبرو شدیم، واقعا سخت است.
بر من چیز جالب است که وقتی کسایی که فرانسوی صحبت میکنه بر من خیلی دوست داشتنی و خوشایند است، چون یک زبانی است که بیشتر میمانه و یک زبان شاعرانه و احساس میکنی که اینا وقتی صحبت میکنن از امو طرز صحبت کردنشون احساس میکنی بسیار مردمای مهربان هستن و مردمای هستن که زبانشان طرف شعر میره. اما وقتی خودت میخوای صحبت بکنی دیگه بسیار مشکل است و صادقانه بگویم هر روزی که من تلاش میکنم حداقل 10 لغات را حفظ بکنم، بعد از 2 ساعت من فراموش میکنم، نمیتونم که دوباره او را تکرار بکنم و الا که یک کسی دیگه اگر تکرار کنه بیرون اگر بشنوم باز او زمان در ذهنم میاد که آره این لغات این معنا رو داشت. واقعا مشکل است، صادقانه زبان فرانسوی خیلی مشکل است و یکی از چالش های خیلی بزرگ برای کسانی که اینجا بعد از 21 آمدن یا پناهجویان یا مهاجرینی که تازه ویزا گرفتن در کشور فرانسه آمدن، یکی از چالش های بزرگشان زبان است و این حتی مانع برای کوتاه مدت مانع پیشرفت آدم، مانع رسیدن به اهداف کوتاه مدت که داری میشه، برای که مجبور هستی زبان را یاد بگیری باز بعد از او بری دنبال اهدافت. و زبان یاد گرفتن اینجا 1 سال 6 ماه 1 سال 2 سال هم نیست که باید است مکمل تو حداقل 2.5 سال 3 سال رو بخوانی که زبان را در سطح صحبت کردن و در سطح همون گرامریش یاد بگیری. دقیقا همین قسم است. واقعا زبان فرانسه یکی از سخت‌ترین زبان ها است که تمام افغانای ما که وقتی که آمده فرانسه دید زبانش که نه بسیار زیاد دشوار است. و کسایی است که در ته چندین سالها نتونسته که یاد بگیره یا هم صحبت کنه. با امید از اینکه راهل جان ما خودت یاد بگیریم و بتونیم درست امرشون فهم تفهیم کنین. راهل جان یک مشکل عمده ای که است در فرانسه ترانسپورتش بسیار مغلق قوری است. بلد شدن در فرانسه بالخصوص در شهرهای بزرگ مانند پاریس و دیگه شهرها بسیار سخت است و خودت که میبینم فعالیت های ماشاءالله بسیار خوب است. قسمی که در پاکستان بودی، قسمی که در افغانستان بودی، فعالیت های در قسم ادامه دادی. با وجود مصروفیت ها درس شد، مصروفیت های خانوادگی، کار خانه شد، وقت برش پیدا میکنی. در بلدیتش چطور هستی؟ در لوکیشن هایی که میری خودت، برنامه هایی که میداشته باشی، فعالیت هایی که خودت داری، بلد شدی یا نه؟ والا صادقانه بگویم نخیر یکی از مشکلات بزرگ من ترانسپورت پاریس است، خصوصا که من هرگز نمیتونم با یک کنار بیایم و در هر جایی که هر برنامه به خاطر هر کاری که من از خانه بیرون میشم 2 ساعت را در نظر میگیرم، حتی اگر اون مسیر بر من 30 دقیقه باشه باز هم 2 ساعت را در نظر میگیرم. برای از اینکه ترانسپورت فرانسه متاسفانه زیر زمین است و زمانی که میری یکی از مشکلات عمده دیگه ای که سیگنال های تلفن قطع میشه و تو مجبور هستی هر دایرکشن رو بری دانه به دانه ذره به ذره بخوانی و مطابق از او باید از بری و این بسیار مشکل است. هنوز هم کنار نیامدیم و شدیداً خسته میشم از زندگی در پاریس، برای از اینکه ترانسپورتش بسیار بر من مشکل است. بارها مثلا ما به یک سمتی که باید است میرفتم در سمت مخالفش رفتیم، یا مثلا در قطار اشتباهی نشستیم که بعد از اون متوجه شدیم. خلاصه سرگردان ترانسپورت پاریس همیشه هستم، اما فعالیت هایی که انجام میتونم یا میخوایم انجام بتم یا مصروفی از هستم، صادقانه بگویم مینا جان من تمام انرژی ما بالای امی دادخواهی ها ماندیم و بر خودم تعهد سپردیم که تا زمان که بتانم و در توان ما باشه باید مبارزه بکنم و نصف بیشتر از زندگی ما اختصاص دادیم بر مبارزه تا زمانی که در افغانستان مشاهد حکومتی باشیم که در اونجا تمام انسانها حق و حقوق برابر داشته باشه، با کرامت انسانی، با آزادی کامل زندگی بکنه. و وقتی که تو هدف زندگیت را یک موضوع را قرار میدی باز هیچ مشکل نمیتونه مانع شوه و به همین خاطر است که تلاش میکنم در هر جایی، در هر گوشه، بیشتر در کشورهای دیگر، در خود پاریس، در خود فرانسه، هر جایی که هر برنامه دادخواهی که میشه تا حد توان من تلاش میکنم که در اونجا حضور داشته باشم و صدایمو بلند بکنم. بر فعلا من فکر میکنم که
اعتراض بر ما یک انتخاب نیست، یک وظیفه است و یک مسئولیت است که بر دوش ما است و ایره ما تا زمانی باید از حمل بکنیم که به امو حقوق اساسی من برسیم. بسیار خوب. راهل جان، برمیگردیم به زندگی که شما در افغانستان داشتین. از دوران مکتب اگر بر ما بگوین، مبارزیتون از کدام وقت آغاز کردین و در مورد مبارزیتون بگوین. در افغانستان قسمی که ما شما میبینیم وقتی که یک دختر خانم مبرایه به یک مبارزه دادخواهی حقوق زنان، از فامیل شروع تا جامعه تا همسایه تا خانه کاکا و ماما، اول از این خودگی سرت حمله میکنن، بعدش هم اگر بیایم برای هموطنا و جامعه. خودت از کدام زمان مبارزه خود شروع کردی و چی باعث شده و ذهنیتت اگه بر ما بگویی و چی مشکلات ها را در این بخش خود دیدی؟ خب در قسمت فعالیت ها مینا جان، من متولد بغلان و کودکی ما در بغلان بوده و جوانی و نوجوانی ما در مزار شریف بلخ بوده. بنابراین ولایت بلخ در کل سمت شمال و خصوصا ولایت بلخ و بغلان ولایت های خیلی محدودی بودن و حتی در زمانایی که جمهوریت بود در اکثر ولسوالی ها در بغلان ما طالب داشتیم و متاسفانه به اون محدودیت که ولسوالی یا ولایت بغلان بود همیشه برای خانم ها اصلا جایگاه وجود نداشت. و چی باعث شد که من اعتراض را شروع بکنم؟ اما قسم که خودتان در سوال یادآور شدین مینا جان، من فکر میکنم که بالاتر از 80% دختر خانم های نابرابری را از خانه هایشان تجربه میکنن. بسیار خوشبخت هستند کسایی که با حقوق برابر در خانوادهشان زندگی کردند و بعد از او آمدن به خاطر حقوق دیگران مبارزه کردند. اما ما کسایی هستیم که به خاطر حقوق خودمان جنگیدیم و اما قسم که خودت گفتی دقیقا از خانواده شروع کردیم. زمانی که من میدیدم که در چهار طرف در چهار اطراف من نابرابری صورت می گرفت، ازدواج های اجباری صورت می گرفت، ازدواج های زیر سن صورت می گرفت و ای که بر دخترها اجازه داده نمی شد مکتب بره، این تمامش بر من در داور بود و ما از امو زمان بود که من تصمیم گرفته بودم. البته من از او زمان بر من تعریفی از دفاع از حقوق بشر نمیفهم، مدافع حقوق بشر یا فعال حقوق زن، این چیزا بر من تعریف نداشت. تنها چیزی که من به ذهنم تصور میکردم این بود که در هر جایی که کسی بر علیه یک زن یک دختر ظلم میکنه، نابرابری رو برش میاره، تبعیض قائل میشه، ما باید اونجا صدا بلند بکنم. من از زمان طفولیت من یادم میاد که بر من اجازه داده نمیشد که من بیرون با اطفال بازی بکنم، با بازی های کودکانه و بر من بارها گفته میشد که تو دختر هستی، قرار نیست که بیرون بازی بکنی، تو دختر هستی، قرار نیست. من او زمان بسیار زیاد دوست داشتم که تو بازی بکنم و با توپ همیشه یکی از سرگرمی های من بود که توپ را میدیدم، خیلی دوست داشتم. اما متاسفانه بر من گفته میشد که تو دختر هستی، هرگز نباید با توپ دست بزنی چه برسه که تو بازی بکنی و این همیشه بر من سوال برانگیز بود. با نمو ذهنی کوچک من همیشه فکر میکردم که یک دختر باید چقدر یک موجود بد باشه که برش اجازه داده نشود که بره بیرون بازی بکنه با اطفال دیگه که اونجا اصلا بازی کنن یا سرگرمی داشته باشه. این چیزا تمامش در ذهن ما بود و زمانی که من یک کم قد کشیدم و نابرابری هایی که میدیدم و متاسفانه در زندگی خودم ازدواج اجباری بود و اینا چیزایی بودن که مرا وادار کرده بود با واکنش نشان دادن در مقابل تبعیض، در مقابل نابرابری. رفته رفته باعث شد که ما بیایم در اجتماع و خلاف اصول قوم خویش یا خانواده یا عنعنات امو ولایت ولسوالی که ما بیرون از خانه کار میکردیم، بارها تهدید میشدیم. خصوصا فرض کنین در کوچه‌ای که ما بودیم یک کسی به عنوان مثلا مسئول کوچه اونم آدم بارها سر رای ما رو میگرفت که خب شما کجا میرین، چی ضرور است که یک دختر بره از خانه بیرون کار بکنه و اینا چیزایی بود که همیشه مواجه شده بودیم. ما در قسمت قوم خویش خب اصلا من از قوم خویش اصلا بگویم که ما را بریده بودن، اصلا کسی من رو دوست نداشت و همیشه میگفتن که آدم چشم سفید و نمیفهمم، که آدم
که بیرون از خانه بره کار بکنه، یک دختر بی حیا و نمیفهم چطور و چنان مصوب میشه و ما با یادم سرکار نداریم، از جمع ما نیست. و بارها با مادرم گفتگو شد از طریق اقارب که باز مادرم خوشبختانه بگویم همیشه پشتبان ما بوده و همیشه حامی ما بوده. بنابراین این چیزایی است که هر بیشترین کسایی که امروز شما میبینین مبارزه میکنن تجربه کردن و از خانواده هایشان شروع کردن تبعیض را در خانه خودش احساس کردن. اونا اول به خاطر حق خودشان در خانواده مبارزه کردن، باز بعد از آمدن در اجتماع. راهیل جان، خودت بسیار یک نقطه خوب را اشاره کردی که موږ او تاسو که یو انجلۍ مثلا په یوه ټولنه کې یا یو ځوان راجګېږي، هغه غواړي چې خپل په ټولنه کې چې کوم فساد وي او یا هم کوم ظلم زیاتی کېږي د چا په حق کې، ولو که هغه د یوې نجلۍ په حق کې وي، که د یو نارینه په حق کې وي، که د یو ماشوم یا هم د حیواناتو په حق کې وي. نو کله چې یو ځوان یو پیغله راجګېږي په دغه برخه کې دوی مبارزه کوي او غواړي چې عامه ذهنیت بدل کړي، دوی دغه د خلکو ذهنیت په مثبت ډول باندې په مثبت لارې باندې ویسي. نو زه اول په ټولو کورنیو باندې غږ کوم، خپل کورنۍ په لومړي قدم کې که زموږ او ستاسو ملاتړ اوسېږي، نو موږ او تاسو کولی شو په خپله مبارزه کې، هغه که په هره برخه کې وي، کولی شو چې کامیاب شو، کولی شو بریالي شو. خو که د کورنۍ هغه ملاتړ زموږ سره نه وي، موږ او تاسو به کامیاب شو، خو لیکن ستونزې به ډېرې خورا وګالو تر څو چې وکولی شو زموږ او ستاسو هغه مبارزه رنګ راوړي. پس په لحاظه زه په ټولو کورنیو غږ کوم چې خپل د اولاد که هغه هلک وي که نجلۍ وي، ستاینه یې وکړئ، ملاتړ یې وکړئ. نو تاسو د راهیل تلاش د خبرې واورېدلې چې دوی په دې مبارزه کې چې د ښځو د حقونو فعاله ده او د جبري ودونو یادونه یې وکړله، همدارنګه د نجونو د حقونو د نقض یادونه یې وکړله، دوی ورسره ډیر زیات مخامخ شوي. همدغه د همدې له امله چې دوی د مبارزه پیل کړی. راهیل جان، اگر از دوران مکتب برمو بگوین، در دوران مکتب چه چالش هایی بود که خودت در سر راهت قرار گرفت؟ تو صنف چند مکتب خواندی؟ خب مینا جان، داستان مکتب من خیلی جالب است که برای از اینکه من تا صنف 3 مکتب را در کورس های سوادآموزی خوانده بودم و چون بر من اجازه مکتب دادن نمیشد، در ولایت بغلان در ولسوالی یا قریه بگویم که ما زندگی میکردیم، اصلا هیچ دختر حق نداشتن که درس بخوانه، حتی حق نداشتن که برن مسجد قرآن شریف بخوانه. خانوادهشان یک پدر یا پدر کلانی می آمد برای کسایی که دختر خانوما بودن برشان یاد میدادن. بنان ما در کورسای سوادآموزی تا صنف 3 مکتب را یاد گرفتیم. کورسای از طرف سیما سمر بود و ما در آنجا به طور پنهانی بگویم که درس خواندیم و بعد از اون سواد نوشتن و خواندن را یاد گرفتم و بالاخره زمان جمهوریت اتفاق افتاد که انتخابات دوره موقت آمد. بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری شروع شد. بعد از او شروع کردیم به مکتب و من مکتب را تا صنف در بغلان خواندم. بعد از او باز به مزار شریف انتقال دادم و از مکتب از مزار شریف فارغ شدم. خب در جریان مکتب بگویم، در دوران مکتب خاطرات خیلی قشنگی بود که ایره همگی ما شما تجربه کردیم. اما در ولایت‌های دوردست یا در ولایت‌های چون بغلان و بلخ، اینا خصوصا بغلان، اندکی بر دخترها مشکل بود و خانواده ها خیلی زیاد قناعت نمی‌کردند که زود دخترانشان در مکتب روان بکنن. اما با آن هم بعد از جمهوریت خیلی چیزا تغییر کرده بود و خوب بود. مردم تشویق شده بود برای از اینکه مکتب برن، دخترایشان رو روان بکنن. من هم شبیه دیگه دخترها مکتب رفتم. خاطرات قشنگ و شیرین را از دوران مکتب دارم. اما یک شاگرد شدیداً بگویم شوخ بودیم، با وجودی که در چهره‌ام شاید نمی آمده. در زمان همگی از وقتی که استادا میدید میگفت اینقدر عاجز معلوم میشه، اما شوخی از این ببین. و در صنفی که ما بودیم، ابتدا ما در صنف ب بودیم و ما را از بس که شوخ بودیم ما را تبدیل کرده بود در صنف دال، چون در این صنف کلن شاگردای شوخ و تنبل بودن
و ما درس بخواندیم و در ضمنش بسیار شوخ بودیم، یعنی هیچ استاد از دست ما خاطر خوش نداشت و همیشه استادا اذیت میشد از دست ما. و در شوخی هم یک نفر دو نفر نبود، از اول نمره تا آخر همگی ما هم دست بودیم و باعث می شدیم که استادا را آزار اذیت بکنیم. این خاطرات قشنگی بود که از مکتب همیشه با خودم دارم. بسیار خوب. چی است راهیل جان؟ چون من خودم یکی از شاگردای عاجز و آرام مکتب بودم ولی بسیار شوخ نبودم. استادا که میدیدن باز در پارچه خوب بودم، در درس بسیار خوب بودم. باز استاد ما یادش بخیر، استاد مزبون پشتوی ما بود، استاد شریف جان که نامش عالیام یادم است. باز اونا میگفتن که همین مینه چقدر عاجز است. یعنی روزای اولی که میآمد میگفت که یعنی شاید الف در جیگرم نباشه به اصطلاح یگان تا میگه، یعنی بسیار تنبل باشم با وجود که قارام و عاجز هستم، گپم زده نمیتونستم، عاجز بودم. مگم باز در پارچه که میدید در درس میدید استاد میکرد وظیفه خانگی، باز بسیار خوب بودم دیگه. نه خیلی، چون ما و خودت خورخونده هستیم ولی دو خورخونده که یکی عاجز یکی شوخ. ولی راهیل جان یک چیزی که ما از خود دیدم و از نزدیک ما خودت زیاد با هم دیدیم، اونقدر شوخ معلوم نمیشی، اونقدر که باید مذاق میکردی آزار میدادی. ما یک از خورخوندایت ولی ما شوخی خودت ندیدم. چطور که در طفولیت یا در وقتای قدر شوخ بودی؟ مینا جان، همی یک اصطلاح هست که میگن چوکی مکتب آدم شوخ میسازه. صادقانه هم قسمی از وقت میل در هر جایی که حتی زمانی که دانشگاه بودیم بسیار شوخی های بامزه میکردیم و این چوکی که وقتی میری به عنوان دانش آموز در چوکی میشینی، در هر سن و ساله که باشی شوخ میشی. و حتی من در همین زمان مهاجرت وقتی که در صنفای درسای قانون یا درسایی که از زبان فرانسوی است میرم، من شدیدن یک آدم شوخ میشم و خلاصه به یک نوع شوخی میکنم و کسایی که همراه هستند را خنده میتم. اما چوکی مکتب همیشه آدم را شوخ میسازه. من نمیفهم دقیقا ولی خیلی شوخ بودیم ما. یعنی به حد شوخ بودیم که استادای ما روزی که می آمد بعضی از استادایی که جدی بود خوب بود درسش میداد میرفت، اما استادایی که یک کمی جدی زیاد نمی گرفت او را کلا در اونجا میشاندیم و در گردش جمع میشدیم و قسم میکردیم، ساعت خلاص میشد باز یک امضا میکرد میرفت تازه و میرفتن روز امتحان دوباره ایران میموند که من برای دخترها چی سوال بیارم، چون در تمام سال اینا رو نمیماندیم که درس بده. همین که میام از شروع میکردیم شوخی رو با طریقه های متفاوت. یک روز میامد از لباسش تعریف کردن شروع میکردیم، یک روز میامد یک قصه رو شروع میکردیم که کلا استاد مصروف میکردیم و بارها مثلا حتی در اداره تمام صنف رو میخواست و ما رو جزایی میکردن، باز هم اصلاح نمیشدیم و همیشه آزار میدادیم استادا. این شوخی ها و خیلی شیرین است وقتی که یاد میاد شوخی هایی که در مکتب میکردیم. بسیار شیرین است وقتی که یادم از مکتب از پانتون ما تازه میکنیم. و یک چیز دیگه بود اگه یادت مانده باشه راهیل جان، بازم شخصا اول از خودم بگویم من هیچ طالع نداشتم. تا بالی رو من میگم که من اصلا طالع نداشتم، بسیار آرام بودم، یعنی اصلا گپ ما به زور همسنفیم از دانم میکشید دیگه. باز و یگان دفعه دیگه صنفی ما شوخی میکرد، باز یگان دفعه دم شوخیشان که گد میشدم هیچ طالع نداشتم. دونمو ساعت یا سرمعلم سر ما میامد نام ما رو نوشته میکرد که ها شوخی میکرد یا استاد ما یا ما بسیار چیزا یادم رفته و نامایشانه یا یگان استادی که بسیار جدی میباشد در مکتب یا اونا میامدن ما رو میدیدن که میگفتن تو خو هیچ شوخ نیست، بسیار آرام معلوم میشی، چطور که از تو شوخی برآمد. باز دیگه ایران میمونم که نال براش چی میگی که در شوخی صنفی گیر آمده دیگه. بسیار خاطرات شیرین است. امیل که خودت از خاطرات مکتب یاد کردی، من خودم کنترل نتونستم قصه های خود بر شروع کردم. خب راهیل جان، اگر بر ما ایره بگوییم وقتی که خودت مکتب خلاص کردی با وجود چقدر چالش و مشکلات هایی که یادآوری کردی، باز چی آرزو داشتی، میخواستی که چی شوی؟ معلم شوی، دکتر شوی، انجینیر، چی؟ حالا من خیلی دوست داشتم مینا جان خبرنگار باشم و من رشته ژورنالیسم بسیار زیاد دوست داشتم. وقتی که مکتب را تمام کردم به خاطر البته من مکتب سال آخرش بود که من متاسفانه موضوع قضیه ازدواج من اتفاق افتاد و من چندین سال از درس دور ماندم. باز بعد از او تصمیم گرفتم که امتحان کنکور بدم. امتحان کنکور زمانی که دادم ادبیات دری من کامیاب شده بودم. اصلا دوست نداشتم این رشته را
و باز هم اصلا برش اهمیت ندادم و نخواندم. مشکلات های دیگه هم بود که نمیتونستم برم دانشگاه شخصی بخوانم. سالها این 1-2 سال دیگه ماند، فکر کنم 2 سال ماند. بله، بعد از او رفتم ژورنالیسم شروع کردم در دانشگاه مولانا. 2 سمستر خواندم، بازم متاسفانه مشکلات پیش آمد، نتونستم. از یک طرف مشکلات بود و از یک طرف دیگه از هر طرف برام گفته میشد که اصلا رشته ای که انتخاب کردی به درد بخور نیست و تو خبرنگار شوی که چی شوه، اصلا یک رشته خلاصه. کلا مجبور شدم که دانشگاه رو ترک بکنم و بعد از 1 سال فکر کنم که بالاخره از توسط یک بورسیه که از یک از دانشگاه خصوصی بود، حقوق علوم سیاسی را شروع کردم و حقوق علوم سیاسی را خواندم. یک دوره تقریبا بگویم بسیار پر از فراز و نشیب را مطی کردم و بالاخره البته خیلی دوست نداشتم در بین رشته هایی که ای دانشگاه داشت و بورسیه داده بود برای یک تعداد از جوانان از طریق یکی از این کاندیدا بود، فکر کنم که بر تشویقی بر جوانان بورسیه میدادن. این موضوع تو زمان بود کسایی که خودشان را کاندید میکردن باز بعضی امتیازات بر جوانان فراهم میکردن تا که اینا برشان رای بده یا به هر حال برش کمپاین شود. من دوست نداشتم، ولی از این که در او دانشگاه رشته های دیگه که وجود داشت اونا رو هم دوست نداشتم. مجبور شدم که علوم سیاسی رو بخوانم، اما فعلا دوست دارم که ادامه بدم علوم سیاسی را. روابط بین الملل دوست دارم که ماستری ما بگیرم در رشته. البته اگر بتانم در کشور فرانسه زبانش را یاد بگیرم، موفق شوم در دانشگاه رو پیدا بکنم، میخوایم که ماستری ما در رشته بگیرم. با امید از اینکه راهیل جان بخیر به تمام آرزوهایی که داری برسی. دوستان راهیل تلاش یو ډیر ښه ټکي ته یادونه وکړله چې زما ذهن یې ځان طرف ته کړ. په مکتب نه چې کله نجونې هغوی ښوونځي ته ځي یا هلکان ځي، نو له هماغه ماشومتوب نه یې کورنۍ ورته په ذهن کې دا ټکوي چې ته چې لوی شې مکتب خلاص کې نو ته به حتما ډاکټر کېږې، یو معلم کېږې یا به انجینر کېږې. د ډېری زده کوونکو څخه چې پوښتنه وشي نو هغوی درته دا څه وایي چې په ولایاتو کې په دې ځایونو کې چې زه غواړم ډاکټر شم، انجینر شم، معلم شم، دا 3 شیان. نو څه د کورنۍ له خوا نه ډېر ورته ویل شوي، حال دا چې ممکن د هغه کس چې وایي زه غواړم ډاکټر شم ځکه چې کورنۍ ورته په ذهن کې دا ویلي چې ته باید ډاکټر شې، ممکن د هغه استعداد په خبریالۍ کې ډېر ښه وي، ممکن د هغه استعداد په هنرهای زیبا کې ډېر ښه وي، ممکن په نورو برخو کې یا په سیاست کې، خو لیکن څه د کورنۍ له خوا نه هغه څه چې ممکن د استعداد هم ونه لري، شوق او علاقه هم ونه لري، خو لیکن د دوی ذهنیت داسې جوړ شوی وي. بس زه په ټولو کورنۍ غږ کوم، کوشش وکړئ خپل اولادونو ته هغه څه وي فردي ازادي ورته ورکړئ چې دوی وکولی شي جامې خپل ځان لپاره په خپله انتخاب کړي چې کوم رنګ یې خوښ ده. پوهنځی د کوم شپ چې غواړي دوی ووایي هغه د خپل انتخاب کړي چې زه غواړم دغسې یو څه ووایم. نو خپل اولادونو ته کوشش وکړئ چې فردی ازادی ورکړئ. راهیل جان، قصه کوتاهی از دوران سقوط خودت میشنویم که وقتی که سقوط شد خود کجا بودی، چه مشکلات رو سپری کردی، بعدش چه قسم توانستی که بری و پاکستان مهاجر شوی. قصه از امیر بر ما اگر کوتاه بکنی دیگه بسیار زیاد خوب میشه. خب مینا جان، ما در قسمت سقوط یک هفته ای که سقوط ولایت ها پشت سر هم اتفاق می افتاد، کلا همه درگیر یک استرس بسیار بزرگ شده بودن و از ولایت ها هر کس میمان می داشتن، چون همگی فکر میکردن کابل سقوط نمیکنه، همگی باور داشتن، ایمان داشتن که کابل سقوط نمیکنه. و دوستای من از ولایت های دیگه آمده بودن خانه ما و به این باور بودن که یک زمان یک مدت را در کابل می باشیم و دوباره ممکن امی پسگیری ولایت ها از کابل شروع شد و کابل که هرگز سقوط نمیکنه. اما متاسفانه اتفاق افتاد. روز 15 آگوست مثل همه روزها من در دفتر کاریم بودم در افغان تلکام که متاسفانه ساعتهای نزدیک 9 بجه بود که امی خبر پخش شد که چی است 8:30 که طالبان داخل کابل شده و یک تعداد از همکارای ما متاسفانه خوشحال شده بودن. بر من خیلی جالب بود این موضوع و بعد چهرهشان نمی آوردن اما خوشحال بودن، می آمدن خوش خبر میداد که نه طالبان آمده
بعد ساعت 9 بر ما از دفتر مرکزی زنگ زدن که هر چه زودتر خانوما رو از دفتر بکشین که طالبا داخل شهر شدن. و ما عاجل بر آمدیم، هر کس وسایلشان را گرفتن و بر آمدن. آمدیم همی که از دروازه دفتر بر آمدیم، اما قسمت پول باغبونی پشت سر وزارت مالیه و روبروی وزارت مخابرات یک قیامتی بود که اصلا من نمیتونم که او را به واژه ها بیان بکنم. هر کسی هر طرف فرار میکرد، زیر پای میشد، گریه میکردن، خانوما میدویدن، مردم میدویدن، هر کسی هر طرف میدویدن. خلاصه شبیه که اگر تعریفی از قیامت می داشته باشه نمیشه که هر کس در فکر جان خودش هست، اما قسم یک وضعیت بود. و چیزی که بر من در اون روز خیلی دردآور بود و میدیدم، موترهای اردوی ملی می آمدن، در یک گوشه استاد میشد و همی اساکرشون بیرون میشدن از موترها، لباسای همو اسلحه و کت و اینا خدا نمیماندن و میرفتن. یکی کدام طرف کجا میرفتن، فقط همگی در فرار بودن و این بر من خیلی دردآور بود. ما با همکار من لیلی یک مسیر میرفتیم، فقط تنها کاری که تانستیم همی کفشای ما رو چون بلند بود در دستای ما گرفتیم و ما هم شروع کردیم به دویدن شبیه دیگه کسا. از یک قسمتی از او ما ویدیو دارم که زمانی که ما آمدیم در یک می آمدیم و یک تاکسی یا همی سراچکی میگفتن در افغانستان بر ما استاد شد و گفت بیاین در موتر بشینین. همی که سعی کردیم، داخل موتر کلان پر بود، اما پشت سرش همو به اصطلاح همو داله میگفتن دیگه، اونمو خالی بود و رو بلند کرد. اما کاکا گفت بیاین بشینین. ما در موتر شیشتیم و در مسیر را بسیار وحشتناک بود، یعنی بسیار دردآور بود که هر خانم را میدیدی که پای لوچ میدویدن، هم قسم که ما کفشای مورد دست ما گرفته بودیم، مردم میدویدن، هیچ کسی از کسی دقیقه کسی نبود، اطفال میافتاد در زمین و همگی طرف خانهشون میدویدن، فرار میکردن و بسیار مشکل آمدیم. ساعتها در مسیر را طول کشید چون سرکا کلن مردم پیاده میدویدن، بیروبار بود، بینظمی بود. به یک مشکل رسیدیم، خانه رسیدیم و او روز قیامتی بود که به چشمای خود ما تجربه کردیم و او روز روزی بود که ما مردیم دیگه، فقط بر ما یک جسم مانده بود و روح نمانده بود بر ما. بسیار یک قصه دردآور که در روز سقوط همگی یک تجربه تلخ داشته. متاسفانه خب با امید از که در کشور ما صلح بیه، آرامی بیه، همگی ما بتانیم در داخل کشور خود پس بریم زندگی کنیم با یک رفاه، با یک آرامش و همگی ما حق و حقوق فردی خود داشته باشیم. راهیل جان، وقت بسیار زیاد کم مانده، اگر این سوالای ما بسیار زیاد مانده از خودت که باید داشته باشم که وقت بر ما اجازه نمیده، پیام آخری خودت میشنویم دیگه خداحافظی میکنیم. خب پیام من برای مردم افغانستان در شرایط فعلی ای است که بیاین برای یک بار هم که شده اتحاد را به معنای واقعی در عمل پیاده بکنیم. گذشته از اختلافات نظر، از اختلافات تفاوت هایی که با هم داریم، گذشته از ای که تو از کدام قوم هستی، من از کدام قوم هستم، گذشته از تمام حتی عقده هایی که داریم در مقابل یک دیگر، اما عقده های شخصی هم که داریم در مقابل یک دیگر، اگر از یک دیگر ما خوشمون نمیآید، باز هم امروز ما یک نکته مشترک داریم که او افغانستان است و هر کدام ما بخوایم نخواهیم فامیل ما، خانواده ما و مردمی که به ما تعلق داره در افغانستان است. بنابراین به این نکته مشترک فکر بکنیم و بیاییم به معنای واقعی اتحاد را در عمل پیاده بکنیم، کشورمان را از تباهی نجات بدیم و بریم در کشور ما یک زندگی مسالمت آمیز، یک زندگی که در او انسانها کرامت داشته باشه، حق برابر داشته باشه، یک حکومت تشکیل شود که در او حکومت تمام اقوام، تمام مردم خودش را برابر ببینه، آزادی های فردی وجود داشته باشه. ما از تمام مردم خواهش میکنم و ما برشان میگم که شما را قسم به خونهایی که در این سالها ریخت
به نام هر چیزی که بود، به نام جهاد بود، به نام مقاومت بود، به نام نمیفهمم به نام هر چیزی که بود، خونهایی که ریخت، جوانانی که جانشان را فدا کردن، شما رو به مو خونها قسم یک بارم که شده بیاین اتحاد را به معنای واقعیش در عمل پیاده بکنین، بیاین وطن ما را از تباهی و بربادی نجات بدیم و خود ما از این سرگردانی و بی‌عزتی که در این 4 سال مردم افغانستان در کشورها بی‌عزت شدن، در مرزها بی‌عزت شدن، حتی در کشور همسایه و همزبان بی‌عزت شدن، بیاین مردم ما را از این بی‌عزتی نجات بدیم. ما مردم بسیار با عزت و سربلندی بودیم در طول تاریخ، بیاین عزت ما را حفظ بکنیم، دوباره پس بریم در کشور ما با آبرو و با عزت زندگی بکنیم. بسیار زیاد تشکر از صحبت‌های خوبی که خود داشتی راهیل جان. جهانی سپاس، وقتت خوش. تشکر از شما از برنامه خوبتان. درنو او قدرمندو لیدونکو، ستاسو څخه هم ډیره مننه کوم چې د خپرونې د پیل نه تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا ولې خپرونې ښه وخت ښه ژوند ولرئ.